روز هفتم چالش موفقیت. به اینجا رسیدی، یعنی یک هفته کامل برای رشد و پیشرفت جنگیدی. امروز فقط یه روز عادی نیست. امروز نقطه عطفی تو مسیر تو. یک هفته پر از تلاش رو پشت سر گذاشتی و حالا وقتشه به خودت افتخار کنی. شاید همه چیز طبق برنامه پیش نرفته باشه. شاید حتی یه روز رو از دست داده باشی. اما مهمترین دستاوردت اینه که شروع کردی و ادامه دادی. یادت باشه موفقیت یه مقصد نیست که بهش برسی. موفقیت یه عادت روزانه است. حالا کمی به خودت استراحت بده، نفسی تازه کن و با انرژی بیشتر برای هفته بعد آماده شو. این مسیر اینجا تموم نمیشه. هر روز یه شروع تازه است و فراموش نکن حتما سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی و ویدیوهای قبلی رو هم حتما ببین تا این مسیر رشد رو کاملتر ادامه بدی.